وقتی با یه مدل کار میکنید حتما پیش میاد که نیاز به برش زدن داشته باشید تا جزئیات طرحتون رو نشون بدید. مثلا داخل طرح رو بخواید نشون بدید یا زوایای مختلفش رو به رخ بیننده بکشید. با ابزار سکشن پلن میشه برش های زیادی زد. از منوی تولز و اینجا سکشن پلن قابل دسترسه. وقتی انتخابش کنم یه باکسی شبیه پنجره به من میده که اگه روی سطوح مختلف بذارم مشاهده میکنید آماده یه برش زدن. خب من روی سقف امتحانش میکنم، یک کلیک میکنم و تمام. میبینید که برش زد برام. حالا میتونم انتخابش کنم، ابزار موو رو بردارم و جابجاش کنم و مشاهده میکنید که برش من رو میتونه تا عمق پایین کف و یا بیایم بالاتر دیوارها رو هم نشون بده و کلیک برای ثابت شدنش و به این راحتی من یک مقطع از ساختمونم خواهم داشت. و اگه احتیاجش نداشته باشم باز کافیه انتخابش کنم و دکمه دیلیت و سطح مقطع، سطح برش در واقع حذف خواهد شد. حالا بیایید روی این دیوار یک برش بزنیم. تولز، سکشن پلن، میذارمش روی این دیوار و سطح برش رو به من میده. انتخابش میکنم، ابزار موو رو برمیدارم و جابجاش میکنم. میبینید که از هر در واقع قسمتی که بخوام میتونم برشم رو داشته باشم. کافیه جلو عقبش کنم و برای ثابت شدنش یک کلیک. خب دیدید که به راحتی میشه روی پلنمون، روی طرحمون یک برش داشته باشیم.